اینجا از برادر شم خواهش میکنیم که سالهای 90 چرا که شما میدونید از اون اختلافات بود، نافهمی ها بود، محلچگی بود، ملتچگی بود، در مملکت ما جنگ برادرکشی به آمد و خدا را شکر که طرفین هر دو طرفی که خطاهای خود را اعتراف کردن سر یک میز شیشتن شو کردن و جنگ خاتمه بخشیدن مردم گریزایی که به در وطن گردودشان آوردن. نه که در بین یک شخص تصادفی پیدا شد، یک شخص تصادفی که آمد خچه قهرمان تراشید، خچه قهرمان تراشید را کی آورد؟ او را هم خواجه‌های بیرونی شوند، خواجه‌های خارجیش آوردش. اون نفرایی که خدمت خودشون کردن برای صلح مردم گردوندن گریزا را آوردن، اون نفرایی که خطایی خودشون اعتراف کردن و خلاصه به صلح آمدن، اونا کجا شدن؟ اونا امروز زیر خاکن، اونایش که ماندن زنده کنج زندان جا گرفتن و این رژیم دیکتاتوری امروز 10-15 سال فقط در گوش مردم افسانه میخونه، از یک نفر قهرمان میتراشه، از یک نفری که بغیر ظلم و ستم به سر مردم هیچ آوردگی نیست. اون نفرایی که خدمت کردن برای مردمشون اونا کنج زندانن دیگه از تگ خاکن. امروز مردم امروز مردم فهمید مکر حیله رژیم امروزه را فهمید، دیگه به وعده های دروغش باور نمیکنه، چون که در دوام این 10-15 سال اخیر حکومت به یگان وعده دادگیش عملی نکرد، فقط وعده پوچ خالی. مردم فهمید که همه این مکر حیله دیگر یگان چیز دیگر نیست. مردم قیام کرد، زیدش گفت که برای آسایشتگی استعفا بده برو، نکت شو کرد، مثل اژدها به سر مردم با اومد ظلم و ستم را دوام کرد. برادرایی که برو آمدن قیام کردن امروز در زندان جاشان کردن. مقصود ابراهیم رئیس احیای تاجیکستان او را دیده بودن، برادر ما عمر علی قواتوف در خیلی همین ترکیه به قتل رسانده شد. برای او را به قتل رساندن، حتی به کودکای خردی همو، به کودکای خردسالی که طفلای بیگناه به اونا رحم نکرد، به اونا هم زهر داد، برای که چوکنه رقیب شایبین ببره. مثل اژدها به سر هر یک مبارز، هر یک نفری که امروز میخواد سخن حق بگه، طرفداری مردم میکنه، شکرش میکنه، به سرش میاد ظلم میکنه و کشتش میگردونه. همه را چیکار میکنه؟ اکستریمیست، تروریست میخونه. در آینده ما را چی انتظار است؟ در آینده در پیش در ما خیلی خطرهای بزرگ مردم ما را، وطن ما را انتظار است. باز شاید که مثل 90 سالهای 90 شاید از اون بعد بشود. این سناریو را که کشیدگی است، این سناریو حکومت نمیروزه، حادثه‌های رشت، حادثه‌های پامیر همه یه را تهیه کردگی بود حکومت نمیروزه. هر جا میدید که مردم ناراضه، مردم یه لیدر داره، اینا چیکار میکردن؟ اونجا بهانه میکردن یا برنامه کوکنور 2010، کوکنور 2015، کوکنور 2040 بالا و بهتر میبردن. چیکار میکردن؟ 3000 سالدات هم میبردن، اول میپرسیدن در صف پیش سربازا یا شم میمونن که به قتل رسانده شوه، شتاب مردم زیدی گو بخیزن. شکنه اون نفرایی که طرف مردم عزت و حرمت داره، اونا را نابود کنه تا که مردم از پس با قیام نکنه. این تاکتیک امروزه رژیم حکومت امام علیه. انمی تاکتیکش هم حاضر بوده است. با ما میگم که در آینده در پیش ما را روزای وزمین به حد ممکن خونی بسیار شود، فقط سر راهی را که گرفته میکنه خون از کدام حساب میشود. باز طرف خواجه‌های هم خارجیش میدوام میرود، طرف خواجه‌های خارجیش میرود. تروریستان میان اکستریمیست، یگان تروریست اکستریمیست نیست، تروریست اکستریمیست خود شما این خود حکومت امام علی رحمان فای قطعی رژیمش خود چای سر راهی را فقط ما یک خل گرفته میتونیم. متحدی مسای مردم باید که ما سرجم شیم، متحد شیم. این سر راه یعنی خونی که در آینده پلان دارن که خونی مردم ابرزونه، برای که یگانه راهی که امروز باید حکومت شب قپه به نمی راهی جنگ است، بعد دیگه راه قپیدن نمیتونه حکومت شد. باید ما مردم متحد بشیم، سر راهی بالایی که به سر مردم ما را میاد، به سر وطن ما را میاد، باید ما سر راهی را بگیریم. اگر نگیریم والله قسم ما هممون پشیمان بشیم. اگر که ما عمل نکنیم شاید نفرای پیدا شوند بگن که شما عمل نکنین چیز داره میخواد بسن، نه این آینده ضرر داره، به فرزندای ما ضرر داره. ما بدنام شدیم، ما روزی بعد دیدیم. امروز پدر و مادرای ما از جوان 18 ساله سر کردگی تا 50-60 سالگی در بیرون وطن غلامی میکنن. مسافری که 60 ساله باید که
در پیریش راحت کنه امروز عربه در دست شاید که کوچای روسیه را میروه مادر خواهرای ما که ای شرم پوش ای دروازه بیرون نمیموند امروز میره در ملک روسیه خونه اینا مسلمان را تازه میکنه مادر خواهرای ما را سطراشون گرفتن میگه که لباس سیاه شما تاجیکستان رنگ متهم زده میکنه اگر لباس سیاه و متهم زده کنه تر متهم زده نفره برای چی برق نمیتی مردم در تاجیکستان شما رنگ متهم کنه کداییه تاجیکستانش کداییه امروز ما آمدیم نزد کنسول تاجیکستان چی نوشته اعلام کردن که ما تنفس کنیم اینا ما پیشتر هم میدونستیم ما میدونستیم که ما اونجا میریم در با بسته برای چی برای که ما حکومت ازیاد کردگیم همه هیلا و نیرنگ باشه گریخت رفت روز 10 اکتبر همین خیر هم ممالی خودش گریخت رفت با میمونه شما را امنیتی و به شما میگم باور نکنین او ترسی که شما را میتن که میان همه شما را قتل میکنن اینو نه شما برادرای ما فقط کار داریم به نامی رژیم فقط به نامی حکومت به نامی رژیم به نامی که در گردش یک چند سگ دیگه ایستادگی ما به نامی کار داریم با شما کسی کار نداره برادرای امنیتی معذرت میخوام از شما خواهش میکنیم برادرای امنیتی در قتل عمر علی قوتوف هر یک اخباراتی که داریم به ما برسونین خبری داره ما البته میدونیم که در پشتی کار کی ایستادگی امام علی رحمان و وزیرایی که در گرد اطراف شد با ما کی در کاره با ما نقشه کش کی در ترک من نقشه کش ما با وعده میکنیم وعده دادیم در پیش الله قسم خوردیم در پیش مردم که با هر راهی باشه نباشه اون نفرو به کدام عملشون که برادر ما را گرفتن بین بردن یا که ظلم کردن به نامون راه ما به عملشون جوابشون نمیدیم هر کدام میوده یک جزا میرسه در آخر گفتنیم پیام داره پیام به پدر مادران از شما خواهش میکنیم داغوی ما باشین نترسین از حق خود دفاع کنین شما به عملان ما جوابگو نیستین ما کودک نیستیم به عملان ما خود جواب میدیم پیام ما به مبارزان حقیقی باشین به تمام حیثیات به هر یک نفستان مبارز باشین پیام ما به محبوسان سیاسی محبوسان مظلومانی که ناحق امروز در زندان شدگی‌اند خدا به شما صبر و طاقت تحمل بده ان شاء الله قدمای ما میرسه ما زنجیرها را میشکنیم شما را آزاد میکنیم پیام ما به امام علی رحمان دشمنی تا دوام دادم برای که ما قتل یگان خیلی گفت و شنید نداریم سری میز ما قتل نمیشنیم و ما را ترس نتی که بیفایده است چطوری که دشمن هستی دشمنی تا دوام بده برای که ما روز میتینگی ما همون روز در وطن میشه ما برای چی بیرون وطن کردگیم ما اول باید را شرمندت کنیم در تمام دنیا رو نشان بدیم تا دیگه نره کودکا را آغوش نگیخته پدر میلاد نگو ما میدونیم که تو کودکا را زهر دادی تمام خدا پدر میلاد در هیچ جا نگو مسکت کشیده شید دنیا ترا میشناسد ما ترا در دنیا شرمندت میکنیم ما ترا در روسیه در آسیا در اروپا در افریقا هم اگر بریم قدممون بزنیم ما ترا شرمندت میکنیم در تمام دنیا شرمندت میکنیم در تمام دنیا آخرا ما بیم در درون وطن قصید یکی بیا ما را سر زدن در کار یک مورخ چند نگفتیم نه ما را نمیخوایم ما میخوایم که مردم شرمندش کنه مردم در میدان ببره شرمندش کنه اول ما در جهان شرمندش میکنیم بعد مردم میبره شرمندش میکنیم بعد میبریم کنج زندان جاش میکنیم انشالله با انشالله روزی میام که خیلی درویش ما بسته نباشه شاید که روزی دهم گرفتی رفتی او خیلی نباشه با انشالله روزی امیدمون در روز تشکیل میکنیم که رنگ ولکان ایتای پاد میبریم ایتای پاد میزنیم میخزیم که در داخل وطن باشی آن امروز ما میتونیم برپا میکنیم انشالله ما میام